کدام عمل از همه دیده محبوبتر و شیرینتر و خوبتر به سوی خدا هست؟ رسول اکرم میگه گشته گفتن الصلاة علی وقتها. 3 عملی هست گفتن پیغمبر خدا که دوست داشته ترین عمل به سوی خداوند هست. گوش می اندازیم کدام عمل هاست که این عمل ها را خدا دوست می دارد. وقتی که خدا که اون عمل دوست داشت، ما و شما بر همون عمل اگر چنگ می زدیم، ما و شما را خداوند چکار میکند؟ دوست می دارد. یکم رسول اکرم گفتند نماز در وقتش ادا کردن این یکی از عملهایی هست که خدا این دوست می دارد. امروز اکثر سوالهایی که در ما می شود 30 دقیقه بعد شام و 35 دقیقه بعد شام و 40 دقیقه بعد شام نماز خفتن بخوانیم جایز است یا نه؟ نه، البته جایز نیست. بین امروز فتوای علمای ما و شما تا 1.5 ساعت اجازت دادن که بعد شام شما میتونین که بعد 1.5 ساعت نماز خفتن تان ادا کنید. مادامی که حکم علماست در گردن ما و شما، واجب است اطاعت کردن او. اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اونا اولو الامر هستند در ما و شما، باید که اطاعت کنیم. اگرچه مثال در 40 دقیقه و 35 دقیقه نماز خواندی، اون نمازم نمی شود و اون عمل در نزد خدا محبوب هم نیست، دوست داشته شده هم نیست و خداوند محتاج نماز تو هم نیست. از این خاطر از همه شما خواهش میکنم بین همون یک امت اساسی شیم، بین یک نماز بخونیم که از اون نماز ما و شما در نزد خدا یک برکات و یک ثواب در نامه اعمال ما و شما شود. اون نمازی که سراستی موار ما و شما میخوانیمش، نمازی که بی طاقتانه ما و شما میخوانیمش، و چگونه نماز میشود؟ بین یک شخص آمد داخل مسجد در آمد نماز خواند، رسول اکرم چی گفتند نماز را از سر بخوان. خیستن امر پیغمبر خدا را بجا آوردن، باز خیستن باز خواندن، رسول اکرم گفتند از سر نماز بخوان. باز خواندن، 3 بار تکرار شد، رسول الله گفتند باز نماز از سر بخوان. گشته گفتند رسول اکرم من دیگر از این دیده زیادتر نمیدانم، چه هست معنی نماز من؟ رسول الله گفتند که اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. خدا را چنان عبادت بکن که خدا همچنانه که خدا را تو میبینی، و اگرچنده که خدا را تو نمیبینی لکن خدا تو را میبیند. خدا را همچنان عبادت کن. اصلی فإنک لم تصلی، از سر بخوان نماز، زیرا اینکه تو نماز نخواندی. برای چی بود؟ برای پیغمبر خدا نگاه کرد که بسیار تیز رکوع میکرد، تیز سجده میکرد، مثل همون مرغ دانچینی که هست در کتاب ها می آید. امروز اکثری ما و شما همچنان نماز داریم، تیز نماز ادا کنیم، لکن این نماز در نزد خدا هیچ قدر قیمتی ندارد. رسول الله گفتند دوست داشته ترین عمل به سوی خدا چی بوده است؟ نماز در وقت خودش خواندن، نماز در وقتش ادا کنیم. نمازی که در وقتش نباید، شناختن وقت خودش فرض است. اگر در وقتش نماز نخواندین نماز نمی شود. من سراسیمه گفته در ساعت 12 شما پیشین بخونین، من سراسیمه گفته در ساعت 4:30 سحر بامداد بخونین. اینا وقتش نیست. هر یک چیز به خودش وقت دارد. شناختن وقت این فرض است. دویم عملی که رسول اکرم گفتن خداوند دوست می‌دارد این چی است؟ بر الوالدین، خدمت کردن در حق پدر و مادر. این هم یکی از عمل‌های هست که خدا و پیغمبر خدا این عمل را دوست می‌دارد. سیوم عملی که خداوند دوست می داشته است الجهاد فی سبیل الله. پیغمبر خدا گفت جهاد، محاربه با دشمنهای خدا کردنم خداوند و پیغمبر او دوست می دارد. از بین این 3 عمل که امروز موضوع ما و شما این خدمت کردن در حق پدر و مادر است، ما جدا میکنیم، استثناء میکنیم و میگوییم که بر الوالدین یعنی خدمت کردن در حق پدر و مادر، این یکی از چی بوده است؟ یکی از عملهای بوده است که خدای ما و شما این عمل را دوست می داشت. خوش به حال آن فرزندهایی که خدمت پدر و مادر میکنند و خودشان را محبوب خداوند میگردانند. رسول اکرم صلی الله علیه